صبح 23 اکتبر سال 2023 در شهر زلنودولسک واقع در 45 کیلومتری غرب قزان پایتخت جمهوری تاتارستان در نزد انبارهای شرکت ازان بین کارگران این شرکت بزرگ سودای اینترنتی روسیه زنی شده است. در ویدیو نشر شده دیده می شود که زنی در توقفگاه ماشین ها و اتوبوس ها رخ داده چند نفری یگان نفر را احاطه کرده همکسه میزنند. اشتراکچیان حتی به اونهایی که در روی اسفالت افتادند رحم نمی کنند. به گفته شاهدان در زنی تقریبا 40 نفر اشتراک داشتند. نشریه محلی ریال نیوریمیا با تکیه به منابع خود خبر داد که این زنی گروهی بین مهاجران از تاجیکستان و قزاقستان صورت گرفته است. همه اشتراکچیان در انبارهای از آن کار میکنند ولی سببی از گریبان همدیگر گرفتن آنها معلوم نیست. مقامات حفظ حقوق تاتارستان زنی در زلنودولسک را تا حال رسما شرح ندادند ولی منابع غیر رسمی به ریال نیوریمیا خبر دادند که در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام اوباشی پرونده جنایتی گشوده شده تقریبا 100 نفر هم اشتراکچیان و هم شاهدان بازپرسی شدند. منابع غیر رسمی میگویند که اشتراکچیان زنی را از روسیه اخراج میکنند. خدمات مطبوعات شرکت اوزان خبر داد که آنهایی که سببگار این زنی شدند از کار بیرون انداخته شدند ولی نگفتند که چند نفر و برای چند روز جزا گرفتند. در حدود مرکز لوجستیکی در زلنودولسک در حقیقت بین کارمندان شرکت‌های کار شریک مناقشه رخ داده است. کارمندان خدمات امنیتی شرکت به طور فوری پیش روی مناقشه را گرفتند و کسی آسیب ندیده است. ما حال مناقشه با استفاده از نیرو را قبول نداریم و علیه اشتراکچیان مناقشه را از کار بیرون کردیم و در رابطه با این قضیه با مقامات حفظ حقوق در ارتباط قرار داریم، گفته می شود در اظهارات شرکت اوزان. های گروهی بین مهاجران باعث نگرانی مقامات روسیه شده است و ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله ها با اشتراک مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه و اعلان کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در ها بهرامانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم میکنند.